دی فیلم تقدیم میکند برنامه تاریخی تاجیکان هر روز یک شنبه در شبکه دی فیلم با دکتر علم‌های تاریخ سیف الله مولاجان. تاریخ را باید آموخت تا آینده را بسازیم. برنامه با دستگیری صاحبکاران وطنی. درود بر شما بینندگان ارجمند. امیدوارم که در خاندان شما، در سرزمین شما و در هر جایی که شما هستید صلح، آرامش، امنیت و تندرستی حکم فرما باشد. ما در برنامه گذشته اگر در خاطر داشته باشید دایر به یکی از زمانها و یکی از دورهای خیلی مهمی تاریخ ما، دایر به سلسله های اشکانیان و کوشانیان صحبت کردیم و روزگار مردم و تا اندازه حادثه های مهم این دوره و جایگاه این دو سلسله در تاریخ ما بیان داشتیم. امروز تصمیم داریم در خصوصی یکی از دوره های دیگر و خیلی مهمی تاریخ اجداد ما، زمانی حکومت ساسانیان صحبت کنیم. چرا زمانی ساسانیان زمانی مهم دانسته می شود؟ البته اگر درباره تاریخ صحبت کنیم همین دوره ها، همین تیکه های تاریخی ما مهم و ضرورند، ولی در قیاس بعضی سلسله ها، بعضی دوره ها یک زمانی را به خود اختصاص دادند که به ندانستن آنها دانش تاریخی و اندیشه تاریخی و نتیجه گیری و خلاصه براری ما از تاریخ ناقص میماند. ساسانیان چرا مهمند؟ به خاطر آن که اینها در یک دوره بسیار مهم و پیوست شوی حادثه های زمانی تاریخی باستان یا که در این دوره غلامداری هم مینامند و تا رسیدن به زمانی مناسبت های کشاورزی و یا به اصطلاح بعضی مورخان دوره فئودالی حکومت کردند. این از یک جانب مهم بودن این دوره. و از نگاه دیگر ساسانیان در مقطع جایگیر شدند که تاریخی تا اسلامی و بعد از اسلامی ما را به هم دیگر میپیوندند. یعنی با سقوط حکومت ساسانیان دوره نوی تاریخی ما وارد تصرف شوی سرزمین ما به خلافت عرب و آغاز پهنشوی دین اسلام و دوره اسلامی تاریخی ما آغاز می‌گردد. به همین خاطر دانستن دوره ساسانیان، دانستن تاریخ ساسانیان بسیار مهم است. و نکته سوم این که ما حادثه‌هایی که در زمان تاریخ دوره مسلمانی خود می‌بینیم، اینها بیشتر این حادثه‌ها، بیشتر این واقعه‌ها ریشه در زمان ساسانیان دارند و خود ساسانیان، تمدن زمان ساسانی در دوره مسلمانی تاریخ ما بسیار نقش گذاشته است. یعنی به ندانستن این دوره ما حادثه‌های زمان تاریخ مسلمانی را نمیتوانیم درست ارزیابی کنیم و بها دهیم. سوال نخستینه که اینجا مطرح می شود این است که ساسانیان کی بودند و چگونه به قدرت رسیدند. ساسان این نام یک نفر است، نام یک نفری است که از خاندان همون یک سلسله دولتداری نفوذ میکند، راه مییابد و از بس که اینها را باباشان یعنی جدشان ساسان بود، به همین خاطر ساسانیان میگفتند. مؤسس این دولت یا اساسگذار این دولت اردشیر نام یک شخص است. اردشیر فرزند پاپک بود یا اون بعضا بابک هم میگویند و پاپک یا بابک فرزند ساسان بود. یعنی همین اردشیر چون نبیری ساسان بود او را اردشیر ساسانی میگفتند. پدر همین اردشیر پاپک حاکم پارس بود. مضافات پارس که یکی از مضافات بسیار مهمی سرزمین آریایی ها به شمار می رفت، در قطار ماد و در قطار سوخت و باختر و مرغیان و هرات و دیگر. این سرزمین پارس یک سرزمین بسیار تاثیرگذار و یک سرزمینی بود که یک جانبی کشورش با دشت های عرب، یک قسمت دیگرش با سرزمین قفقاز و قسمت دیگرش با کرمان و از این طرف به
آسیا مرکزی وصل میشد. به این خاطر وابسته به جایگاه خود این سلاله در تاریخ بسیار نقش گذار بود. سلاله که پیش از طوری که در گفتمانی گذشته در صحبت گذشته گفتیم، پیش از ساسانیان خاندان اشکانی حکومت میکردند و در ابتدای عصر 3 میلادی تدریجاً از جنگ‌های طولانی، از مبارزه‌های زیادی که اشکانیان گاه با روم گاه با کوشان و با این سلسله‌های اطراف داشتن، این سلسله‌ها خسته و افگار می‌شوند و نفسی تازه به تاریخ ما وارد می‌شود که این نفسی تازه را همین ساسانیان وارد می‌کنند. اردشیر در سال 224 با آخرین نماینده، با آخرین شاهنشاه گفتن درست‌تر است، چون سرداری ولایت شاه میگفتن، سرداری کل کشور در زمانی هم اشکانیان هم ساسانیان شاهنشاه، یعنی شاهی شاهان میگفتن. این اردشیر شاهی پارس بود و در یک جنگ با آخرین نماینده اشکانیان اردوان یا که اردوانی پنجم در جنگ پیروز می شود و به حکومت خاندان اشکانیان خاتمه می بخشد. اما وقتی که این به حکومت اشکانیان خاتمه می بخشد، به همون یک حدودی کم قناعت نمی کند. او کشورهای گرد و اطراف خود از جمله کرمان، این طرف سیستان، بعد می بیاد رای، خراسان، این طرف خودی سرزمین پارت ها، بعد سرزمین بین النهرین که عراق امروزه است، همه این قدرت ها رو در یک مدت کوتاه تصرف کردن میگیرد و خصوصا پس از آنکه اردشیر وفات میکند، از دنیا میرود، وارثی او، پسری او که با نام شاپور مشهور است یا شاپوری اول او را میگویند، این شاپور در یک مدتی برای یک دولت و برای تاریخ ناچیز، اما برای یک نفر خیلی طولانی، یعنی در حدود 30 سال تمامی زمینه‌های گسترشی هم از نگاه سیاسی، هم از نگاه اقتصادی و هم در سیاست خارجی زمینه‌های گسترش این کشور فراهم می‌کند و در 30 سال هم در امور دین و دولت، هم در امور سیاسی، یعنی سیاست خارجی، ساسانیان به موفقیت و به کامیابی‌های بسیار نظررس نائل می‌شوند. و من شاید بتوان گفتن که یکی از سنت هایی که ساسانیان از اشکانیان به میراث گرفتند این بود که طبعا در گفتاری گذشته گفتیم ساسانیان رقابتی بسیار جدی و سخت با دولت روم داشتند و همین میراث تنش، ضدیت و مخاصمه و جنگ ساسانیان از اشکانیان به میراث گرفتند. اینا چیکار کردند؟ اینها در همین زمان 400 سالی حکومتشان همیشه با روم، هم با روم غربی هم با روم شرقی، همیشه در جنگ بودند و در مهمترین جنگی که بین شاپور و امپراتوری روم والریان اتفاق می افتاد، برخلاف انتظار خود رومی ها، ساسانی ها پیروز میشن، در جنگ رومی ها رو شکست میدن و خود امپراتور والریان رو به اسارت میبرند. اگر شما با عکس های از اون زمان، با عکس های برجسته که در سنگ ها تصویر شده است اگر نگاه کنید، این نوارها در اینترنت هم هست، در یک نواری که در دیوار در سنگ تجسم یافته است دیده می شود که وقتی که امپراتور ریم والریان جنگ میکند، جنگ بوی میدهد، در یک عکس تصویر شده است که امپراتور ریم که تمام اروپا با او باج میداد، تمام قسمت شرق با او باج میداد و این حاکم کلی این بحر میانه زمین بود، در نزد شاه ساسانی به زانو میزند، همچون اسیر هم شکست خود هم شکست دولتش اعتراف میکنه. اتفاقا یک چیز رو باید بگویم که در همین جنگ یک تعداد زیادی لشکریان روم اسیر میافتند و همین اسیرها رو وقتی که ساسانیان میآورند اینها رو نمیکشند، منطقه های مخصوص به اینها اختصاص میدن، میگن شما اینجا رو باید آباد کنید و اینها شهرهای زیادی رو آباد میکنن و از جمله یک سد، یعنی یک جایی که آب جمع میشود و برای کشاورزی به کار میرود، به دست اینا ساخته میشد و این سد 100 ساله و 200 ساله های دیگر ادامه پیدا میکند. و یک چیزی عجیب برای شما بگویم که من یک بار با یک ساکنی ایران صحبت کردم، با یک دانشمند این سرزمین، و وقتی گفتم که شما از کدام شهرید، گفت من از شهری هستم که
اجدادی من از همون اسیران رومی هستند. یعنی تصور کنید من در عصر 21 با این نفر آشنا شدم. این ایرانی امروزه گفت که هرچند من ایرانی ام اما اجدادی من اسیران رومی هستند که 1600 سال پیش از این اسیر شدند و به ایران آورده شدند. ما هنوز در یاد داریم و اجدادی خود همه اسیران یادآور میشه. یعنی ببینید این یک دوره چقدر مهم است و این جنگ چنان تاثیر میگذارد که رومی ها تا 50-100 سال دیگر جرأت نکردند به ایران هجوم کنند. این یک حادثه بسیار مهم بود و در عین حال از این معلوم می شود که خودی حاضر چقدر فیلم ها هست که گویا فارس ها را همین قدر میکشند، گویا که ما را مغلوب میکنند، پس نشان دادن و این فیلم ها هم ساخته آنها بوده است. اگر شما با تاریخ این فیلم ها در یک گزارش ما گفته بودیم که در یک صحبتی که با شما کرده بودیم گفتیم که بیشتر فیلم ها امروز جنبه سیاسی دارند، به خاطر آن گرفته می شوند که زمینه های گسترش بعضی قدرت ها را هموار کنند یا که زمینی هجوم های من بعدی بعضی کشورها را فراهم کنند و بگویند که ما در گذشته اجدادی ما با یک قوم وحشی می جنگید و امروز هم ما با یک وحشی ها روبرویم. به این خاطر این گپی که من میگم فقط سخنی تاریخی مثل شاهنامه یا که تاریخ تبری یا فارسنامه نیست. در تاریخ امپری روم هم این چیز درج یافته است و حتی خودی طوری گفتم عکس این شاه روم با همون کلاه و کمر و با همون تجهیزاتش درج یافته است و در برابر شاه ایران در برابر شاپور به زانو نشسته اسارت خود اعلام میکند. در هر صورت این جنگ، این حادثه بسیار مهم به شمار می رود. سیاست دولت ساسانیان در داخل و خارج چگونه بود؟ اگر ما ساعتهای زیاد درباره ساسانیان اگر صحبت کنیم بازم گپ تمام نمی شود، اما در همین محدوده بسیار کوتاهی که برای ما فراهم آمده است من چند نکته را میخوام درباره سیاست داخلی و خارجی ساسانیان عرض کنم. یکم نکته این که ساسانیان یکی از قدرت‌های یکی از حکومت‌های در گذشته ما بودند که اینها دین و دولت را با هم یک جایه اداره میکردند. خودی اردشیر بابکان میگفت که مؤسس همین دولت دین پایه تخت است و تخت پایه دین. یعنی دین از دولت باید دفاع کند و دولت از دین باید دفاع کند و چون اینها آیین زردشتی دین زردشتی را دین رسمی کردند و قانونهای جامعه خود بر اساس همین شریعت زردشتی براه ماندند، شاهان ساسانی خودشون هم سرور دین می شمردند هم سرور دولت و اینها چون در آیین زردشتی معبد آتش مقدس شمرده می شد، اینها یکی از همین عنوانهاشون نگهدارنده آتش بود. یعنی آتش فروزان رو باید ما پاس داریم، گرامی داریم و آتش این دین باید همیشه، یعنی آیین زردشتی باید همیشه فروزان باشد. این نکته یکم. نکته دوم این که ساسانیان در مقایسه با اشکانیان و با حکومت‌های پیش از خود و بعد از خود دولتداری و حکومتداری بسیار مرتب تهیه کردند. یعنی دولتداری اینها از اینکه پایتخت داشتن، از اینکه چگونه حکومت میکردن، از اینکه چگونه با مضافات خود رابطه برقرار کردن، یکی از قدرت ها و حکومت های بسیار با نظام تاریخی ما هست که ما سابقه و ما مانندی اون در تاریخ میتوان گفتن که دیگر نداریم. خب نکته سوم این که ساسانیان از گذشته چیزهایی را گرفتن، خودشان تکامل دادن و به حکومت‌های بعد از خودشان هم میراث بسیار عظیم گذاشتن. یک میراث عظیم شما تصور کنید، خلافت مسلمانی که بعد از ساسانیان به قدرت آمد، از همون تنگه و سکه تا اداره دولت تمامی عرف و عادت و سنت ساسانیان گرفته بود و از این سنت استفاده کرد. اون تکمیل البته داد، اما بر پایه حکومت ساسانیان قدرتشان نهادند. چرا؟ چون ساسانیان هم یک امپری بسیار گسترده بودند، هم
ترتیبات دولتداری اونها بسیار با نظام بود. خودی شما یک نکته توجه کنید، اگر این سلاله، این سلسله اگر حکومتش با ترتیب نمی بود 400 سال ادامه پیدا نمی کرد. ما در تاریخ حکومت هایی رو می دونیم که 30 سال، 40 سال، 50 سال یا 100 سال هم. اما حکومتی که 400 سال در تاریخ بقا یافته باشد، ادامه کرده باشد، در تاریخ خیلی کم است. ما همچنین سلسله که خصوصا در تاریخ ما مردم ایران نژاد که اینقدر حکومتی طولانی و با نظام داشته باشد خیلی کم داریم. نکته دیگر که از قدرت ساسانیان و از حکومت آنها میتوان ذکر کرد و بیان کرد این است که ساسانیان در همین زمان حکومت خود قانون‌ها و ترتیبات بسیار مشخص و معین جاری کردند و حکومت‌هایی که در تحت کنترل آنها بودند همیشه در اطاعت بیچون و چرا بودند. ما در زمان ساسانیان کوشش‌های از مرکز گریختن یا از مرکز جدا شدن و از دولت جدا شدن در مضافات بسیار کم می‌بینیم. اگر مقایسه کنیم با زمان هخامنشی‌ها، اگر مقایسه کنیم با دوره اشکانیان یا حتی در زمان خلافت عرب، این یک سلاله بسیار مشخص و منظم و با ترتیب بود و حتی مورخان و سیاستمداران جهان این چیز تاکید کردند که این سلاله رو نامش ساسانیان سلسله با ترتیب نامیدند. در سیاست خارجی ساسانیان دو سمت همیشه مهم بود برای اونها، یکی سمت غرب، یکی سمت شرق. در غرب طوری که در آغاز سخن گفتیم ساسانیان با رومی ها سر و کارشان بود، یعنی بیشتر با رومی ها در مقابله و در ضدیت قرار داشتند و ضدیت ساسانیان با روم برای بعضی سرزمین ها بود. یکم سرزمینی که بین میان روم و ساسانیان همیشه جنگ میشد، اختلاف میشد، این سرزمین قفقاز امروزه بود، یعنی همین سرزمینی که امروز ما آذربایجان و گرجستان و ارمنستانش مینامیم، همیشه میان روم و ساسانیان برای اینجا جنگ بود و این جنگ گاهی با پیروزی ساسانیان بود، گاهی با پیروزی روم و این سرزمین ها رو بین خود تقسیم میکردند. سرزمینی دیگر این سرزمینی بین النهرین بود که همین حدود امروزه عراق شمالی به شمار می رود و ضدیت اینها البته با این هم به انجام نمی رسید. اینها حتی وقتی که میخواستن با هم دیگر جنگ کردن حتی سرزمین عربستان اینا تقسیم کرده بودند. یک قسمی از قبیله های عرب تابع رومی ها بودند، یک قسمی از سرزمین های عرب از جمله مکه و این سرزمین ها در اطاعت ساسانیان بودند. حتی تا حدود دولت امروزه یمن که در قسمت جنوبی همین عربستان امروزه جایگیر است، حتی یمن در بیشتری موردها در اطاعت ساسانیان بود. یعنی قلمرو اینها بسیار گسترده بود در سمت غرب. انکو سیاست دیگر اینها در سمت شرق بود، یعنی اینها همیشه رابطه‌ای داشتند با سلسله های شرق. در شرق بیشتر سلسله‌ای که حکومت میکردن اینها هم پسر عمک ساسانیان یعنی ایرانی های شرقی بودند، یا بختری ها بودند، یا کوشانی ها بودند، یا هایتالیان بودند، یا سلسله های دیگر که اینها هم از نگاه نژادی، از نگاه خونی و زبانی با پارس ها، با ساسانیان ارتباط نزدیک داشتند. ولی بینندگان ارجمند، یکی از نازکی ها، یکی از ویژگی های تاریخ ما همین است که متاسفانه ما در طول تاریخ، در اکثر دوره‌های تاریخ همین یگانگی سرزمین های آریایی را نتوانستیم تامین کنیم. بغیر از زمانی هخامنشی‌ها که از ایران تا سرحد چین همش در ترکیب یک دولت بودند و این کاری بزرگ کوروش کرد، در بیشتری دوره‌های دیگر ما با سلسله‌هایی که در ایران حکومت می‌کردند و آسیا مرکزی میانشون ضدیت بود و این ضدیت به ضرر هر دو کشورها به انجام می‌رسید، چون مردم زیان می‌دیدند و اینها که به همدیگر می‌جنگیدند، طمع بیگانه‌ها به بار می آمد و بیگانه‌ها از خسته شدن این کشورها استفاده برده. من درباره مناسبت دو دوره، یعنی در سیاست شرقی ساسانیان دو دوره را می توانم
ذکر کنم. یک دوره بود که طوری در گفتاری گذشته آمد، این ضدیت ساسانیان با کوشانیان بود و اصلا کوشانیان از صحنه سیاست دور کردن ساسانیان، یعنی اینها به کوشانیان ضربه زدن و کوشانیان از عرصه سیاست بیرون رفتن. و حادثه دوم، دوره دومی که در تاریخ رابطه های ساسانیان بسیار نقش گذاشت، این دوره بود که در عرصه آسیا مرکزی یک سلسله با نام هیتالیان که این هم یک سلسله آریایی بود و بین هیتالیان و ساسانیان ضدیت بسیار سخت اتفاق افتاد و این ضدیت حدوداً 100 سال دوام کرد و ساسانیان با وجود اینکه یک قدرت بسیار پیروز، یک قدرت بسیار توانا بودند و با حکومت‌های چون روم جنگیده اونها را شکست دادن، در جنگ با هیتالیان اینها شکست خوردند. هیتالیان بسیار یک قوم‌های جنگنده ایرانیان شرقی بودند و در جنگ‌ها اینا بارها ساسانیان شکست دادند و در همین جنگ‌هایی که کردند، خصوصا در زمان سلطنت پیروز، شاه پیروز، بین ساسانیان و هیتالیان 3 بار جنگ شد و عجیب این است که در هر 3 جنگ ساسانیان شکست خوردند و نه تنها شکست خوردند، خود پیروز شاه ساسانی در جنگ ها کشته شد، اسیر افتاد و کشته شد و در مدت تقریبا 50 سال ساسانیان مجبور شدند که به هیتالیان باج دهند. یعنی این برای اونها بسیار یک در تاریخشون یک دوره بسیار ناگوار بود. و نکته دیگر این که در زمان خسروی، از همه پادشاهی مقتدر توانا با تدبیر ساسانیان همین زمان حکومت خسروی انوشیروان است. خسروی انوشیروان پسری قباد است، قباد پسری پیروز است. یعنی همین خسروی انوشیروان چرا در تاریخ ایران بسیار مشهور است، نیکنام است، به خاطر آن بود که همین وقتی که به قدرت رسید، بعد آن که اصلاحات گذراند و کشور به ترتیب آورد، یکی از کارهایی که او کرد این بود که خواست که از همون نفوذ هیتالیان بکاهد و موفق هم شد. این با ترک‌ها که این زمان به آسیا مرکزی آمده بودند، با ترک‌ها رابطه را برقرار کرد و در یک جنگ یک جایه از جانب شرق ترک‌ها آمدن، از جانب غرب ساسانیان در بین هیتالیان گذاشتن. یکی از صحیفه‌های بسیار خونین تاریخ ما است که ترک‌ها و ساسانیان به همدیگر اتحاد بستند و هیتالیان از بین بردند. هیتالیان کیان؟ حوزه کی؟ من برای چی میگم با کمال تاسف؟ به خاطر اینکه هیتالیان هم اینا ایران نژاد بودن، یعنی اینا اجدادی به واسطه امروزی تاجیکان بودن، یعنی مردمی بودن که در بدخشان، در شمال افغانستان، در خوتل زندگی میکردن و از بین رفتن اینها در سرنوشت آسیا مرکزی بسیار تاثیر ناگوار گذاشت و حکومت ترک‌ها را در این سرزمین توسعه بخشید و سیاست خارجی ساسانیان، یعنی در سمت غرب و شرق، یک سیاست بسیار خسته کننده بود. یعنی وقتی در غرب و شرق شما در یک سمت به توقف همیشه در جنگ هستید، اقتصاد کشور همش برای جنگ صرف می شود. به همین خاطر بود که ما در عصر 7 می بینیم که یک قدرت بسیار منظم، یک دولت مقتدر چون ساسانیان نمی تواند در برابر عرب های از بیابان آمده بایستد و یک سببش این بود که مردم، اقتصاد کشور از همین جنگ ها خسته شد و مردمی خسته شده که تمامی همین بار دوش جنگ در گردن آنها بود، یعنی مالیات جنگ اینها میدادن، تمامی تحمل رنج جنگ اینها میکشیدن، اینها خسته شدن و خود ارتش هم از پا در آمد و در مقابل یک مردمی از بیابان آمده فرو پاشید و از بین رفت. سوال سوم این است که روزگار مردم در این دوره چگونه بود؟ یک نکته را میخواهم به توجه شما بینندگان ارجمند برسانم که ما یکی از کمبودی های تاریخ ما این است که ما بیشتر در گذشته اجدادی ما تاریخ مردم نمی نوشتن، تاریخ شاهان نمی نوشتن. شما نگاه کنید، فقط تاریخ سلسله های پادشاه می نویسن، وزیر می نویسن و سرداری ولایت و سرداری، درباره روزگاری مردم نمی نویسن. حتی شاهنامه را اگر شما بینید، تاریخ مردم نیست، تاریخ شاهان است.
به این خاطر یک کمبودی تاریخ ما همین است که ما وقتی که درباره تاریخ خلق گپ میزنیم میخواهیم نمیخواهیم بیشتر گپ میزنیم درباره شاهان و از خلال همون روزگار شاهان بعضی وقتها به روزگار مردم هم میپردازیم. درباره روزگار مردم در زمان ساسانیان و هیتالیان چی میتوان گفتن؟ ما در این باره معلومات بسیار کم داریم، اما من یک دو سه اخبار که از خودی کتاب‌هایی که درباره شاهان نوشته شده است گرفته میتوانیم تقریبا روزگار مردم بیان کنیم. روزگار مردم در عصرهای میانه، در روزگار قدیم، اصلا بیشتری همین تاریخ انسانیت در زمانی گذشته است که مردم در رنج، در دشواری زندگی کردن. به خاطرش، به خاطر آن که در جامعه ها قانون کار نمی کرد. بیشتری خاندان هایی که حکومت می کردن بر اساس خواسته خود، بر اساس رغبت خود حکومت می کردن. کم مثال تصور کنید از چندین پادشاهی که مثال در 400 سال از خسرو انوشیروان تا یزدگرد سوم در بین 40-50 نزدیک پادشاهی که در ساسانیان حکومت کردن، تنها یک پادشاهشان خسرو انوشیروان میگن که پادشاه عادل بود. تازه اونم چه خیلی عادل بود. من یک حکایه از شاهنامه میارم، شما قضاوت کنید که این پادشاه عادل بوده است یا نبوده است. فردوسی با وجود اینکه ساسانیان بسیار دوست می‌دارد، از اونها بسیار ستایش می‌کند، یک قصه میارد. میگه که در زمان خسرو انوشیروان در همین دولت ساسانیان یک بحران رخ داد و کشور، حکومت همون ساسانیان نیاز به پول داشت. بعد پول پیدا نکردن که از کجا یابند. بعد یکی از وزیرا آمد به خسرو انوشیروان گفت که در فلان محله ما یک موزه‌دوز است که بسیار پول زیاد دارد، همون پولی که ما در کار داریم هم پول وی میتونن دادن. اگر شما راضی باشید ما به موزه‌دوز مراجعت کنیم. میگه که آمدن پیش موزه‌دوز گفتند که فلانی برای شاه پول ضرور است که ما یک کاری مهم داریم، برای دولت قرض ده و ما پول بر فلان مهلت برای تو برگردان میدیم. این موزه‌دوز راضی شد، گفت که باشد میتونم پول برای شما، لیکن من یک شرط دارم. شرط من این است که همین فرزندی منم که موزه‌دوزم با فرزندی همین شاهان و وزیران در مکتب بخواند و معلومات گیرد. انا شرط دارم. آمدن به خسرو انوشیروان گفتن که راضی شد، لیکن گفت همین خیلی شرط. میگن خسرو بسیار ناراحت شد، داد زد، گفت این چه خیلی میشد بچه یک موزه‌دوز بیاد با بچه من در یک درس خانه پگاوی دعوای برابری میکنن. میگه که منم همراه شما حق دارم، در حالی که در جامعه ساسانی برای چی این گپ بود؟ برای اینکه جامعه ساسانی طبقه بندی بود. کاهنان یعنی هم زردشتی ها طبقه خودشان داشتن، نظامی ها، حربی ها طبقه خودشان داشتن، تاجران و ثروتمندان یک طبقه و اون مردمی عادی یک طبقه دیگر. از یک طبقه به طبقه دیگر گذشتن ممکن نبود. شما نمیتونید از یک طبقه از دیگر طبقه زن گیرد یا که دخترش با این طبقه به شوهر دهد، هر کی در داخل خودش. یعنی جامعه از نگاه اجتماعی نابرابر بود، سه طبقه ممتاز، یک طبقه محروم. خب طبیعی است که در این دوره از کدام عدالت می شود گپ زد. این یک نشانه. نشانه دیگر این که در زمان ساسانیان چندین شورش ها شدند، شورش هایی که ضد حکومت بودند. یکی از این شورش ها شورش مانی بود. این در عصر 3. این مانی برای چی میخواست؟ مانی از همون جور و ظلم کاهنان زردشتی به داد آمده یک دینی نو اختراع کرد. گفت که دینی که شما آوردید این دین به درد نمیخورد. بعد یک دینی دیگه ساخت، از مسیحی گرفت، از زردشتی گرفت، از بودایی یک دین ساخت، اما حکومت رو بسیار بیرحمانه پخش کرد و اما تعلیماتش از بین نرفت. تعلیماتش تا از خود ایران تا به آسیا مرکزی آمد و 100 سالها ادامه پیدا کرد. سخن دیگر از روزگار مردم این جنگ مزدک در زمانی همین وقتی که پیروز جنگ بوی داد با هیتالیان، مزدک قیام کرد، بعد دعوای برابری کرد. گفت که این چی گپ است که یک آدم میتواند 50 تا زن گیرد، یک آدم دیگه یک زن گرفتن نمیتواند. یک آدم همین مال و پول در دستی اون است، یک آدم دیگه هیچی ندارد. یک نفر هزارها هکتار زمین دارد، یک کسی هیچی ندارد. با این خاطر گفت که باید 3 چیز که هر سهش با حرف ز سر میشوند: زن، زمین
ва зар бояд байни мардум тақсим шавад. Баъд қиём кард омад подшоҳро чапа кард, хубода чапа кард ва занҳои меган ки занҳои боёр гирифта тақсим карда ба мардум дод ва як ҷомеаи Эрона бад овард, бад таҳлука овард ва ин таъсираш чунон буд ки дига баъд аз он ҷомеаи Эрони Сосонӣ ба худ наомад. яъне ин қадар таъсир гузоштин ва ин даъвои дигар кард. Фирдавсӣ дар Шоҳнома, Табарӣ ва бештари муаррихон аз Маздак ёдовар мешаванд ва дар замони худаш коммунистҳо мегуфтанд ки аввалин коммунист дар рӯи замин Маздак буд ки даъвои баробарӣ карда буд. яъне ҳамин се далеле ки ман гуфтам, зикр кардам ки гӯё ки мушти аз харвор буд. яъне се далел метавон гуфтанд ки рӯзгори мардум дар замони Сосониён хуб набуд. далели дигари агар чорумам гӯем, мо метавонем ки бигӯем ки вақти арабҳо омаданд ва ба ҳукумати Сосониён хотима бахшиданд, мардум Сосониён ҷонибдорӣ накарданд. чаро ҷонибдорӣ накарданд? арабҳо бегона буданд, ҳукуматшон дигар буд, дин оинашон дигар буд, таълимотшон, ҳама чизшон дигар буд. чаро ино мардуми подшоҳони худ дастгир накарданд? барои ин ки аз зулму ситаму ҷаври подшоҳон хаста шуда буданд. ба ин хотир Сосониён раҳо карданд ва Сосониёне ки 400 сол ҳукумат карданд, дар баробари арабҳои биёбонӣ дар 10 сол ҳукуматашон пош хурду муталошӣ шуд. бинандагони арҷманд, мо агар соатҳоро дар бораи Сосониён, ин давраи бисёр муҳими таърихамон, давраи пурпечу тоби таърихамон агар гап занем, гап ба анҷом намерасад. дар бораи Сосониён китобҳои зиёди донишмандони Аврупо навиштаанд, донишмандони тоҷику, эрониву, афғону рус навиштаанд. дар бораи ин замон бисёр китобҳои зиёд ва гуногун аст. ин як давраи бисёр муҳими таърихи мо аст ки шумо метавонед аз ин китобҳо ва аз Шоҳнома ва аз таърихи Табарӣ маълумоти бештар пайдо кунед. ҳадаф аз баёни таърих ибрат аз он аст. ибрат барои имрӯз ва сохтани як ҷомеаи солим ва рӯшан. ва муҳимтар аз ҳама, таърих ин сабақест барои огоҳӣ, барои басират ва ибрат. ба умеди он ки рӯзгори мо пур аз ибрат бошад, ба умеди он ки рӯзгори мо як рӯзгори обод бошад. ба хонадони шумо, ба ҳар кадоми шумо, дар сарзамине ки шумо зиндагӣ мекунед, оромиш, осоиш ва амният орзу мекунам. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. ди филм тақдим мекунад барномаи таърихи тоҷикон ҳар рӯзи якшанбе дар шабакаи ди филм бо доктори илмҳои таърих Сайфуллои Муллоҷон. таърихро бояд омӯхт то ояндаро бисозем. барнома бо дастгири соҳибкорони ватанӣ.